خب. به نام خدا، سلام به همگی. این جلسه ششم میشه از دوره یادگیری ماشین احتمالی با جولیا و این جلسه قراره که به بحث بیزیان اینفرنس بپردازیم. ما جلسات قبلی رو خب بیشتر صرف این کردیم، چند جلسه قبلی رو برای دیدن اینکه چجوری ما میتونیم با برنامه‌های احتمالی مدل سازی انجام بدیم. یه سری مدل های معروف رو دیدیم، یکی دو جلسه مدل های پارامتری رو بحث کردیم و یه جلسه هم مدل های ناپارامتری یعنی مدل گاسین پروسس. توی اون چند جلسه‌ای که ما مدل‌های پارامتری رو بحث می‌کردیم و کلاً حالا بحث‌های مدل سازی، فرضمون این بود که بیزیان اینفرنس رو یه جعبه جادویی داریم که میتونه واسمون انجام بده و خیلی درگیر خود مسئلهش نشدیم. فرض کردیم که حالا میشه انجامش داد و به مشکل خاصی برای انجام دادنش نخواهیم خورد تا یه ذره انگیزه داشته باشیم برای بررسی کردن این مسئله. ولی خب حالا بعد از اینکه اون بحث‌های مدل سازی رو دیدیم، قبل از اینکه وارد کاربردها و استفادهشون بشیم، چون جلسه‌های بعدی رو یک یا دو جلسه آینده که جلسه آخر میشه رو میخوایم به بحث تصمیم گیری با مدل‌های احتمالی و یادگیری تقویتی بیزی بپردازیم و قبل از اون میخوایم که یه بحثی داشته باشیم روی این که روش‌های بیزیان اینفرنس که استفادهشون میکردیم چی هستن. من خیلی توی این جلسه عمیق وارد اینا نمیشم، بیشتر سعی دارم که یه ریویو خیلی کلی داشته باشم ازشون که بدونیم حالا کلیت و ایده های هر کدومشون چیه و حالا مردم دارن چه روش‌هایی رو معمولا استفاده میکنن واسه استنباط و خب یه سری حالا ریسورس میذارم که اگه خواستید میتونید در موردشون بیشتر بخونید. جلسه‌های قبل دیدیم که برنامه‌های احتمالی کاری که انجام میدادن این بود که یه توزیع جوینت تعریف میکردن روی داده‌های ما، روی داده‌هامون و متغیرهای پنهانمون که حالا پارامترهامون میتونست جزءشون باشه، میتونست مثلا ما میتونستیم فورکستامون هم بذاریم توی متغیرهای پنهانمون. این دست خودمون بود. ولی در هر صورت ما یه سری متغیر پنهان داشتیم که پارامترها جزءشون بود به اسم مثلا تتا. اینا رو تو برنامه‌های احتمالیمون تعریف می‌کردیم و روی اینا یه پرایور تعریف می‌کردیم که این باور پیشین ما رو میگفت در مورد این متغیرهای لیتنتی که در موردشون نمیدونستیم. و هدف چی بود؟ هدف مسئله استنباط این بود که با مشاهده یک سری ابزرویشن رو داده مثلا وای که ما رابطه اینها رو توی اون برنامه احتمالیمون با این تتاها بیان کرده بودیم. هدف اینه که با مشاهده این وای ها بتونیم توزیع تتا رو اصطلاحاً استنباط کنیم و بتونیم اون توزیع کاندیشنال پی تتا به شرط وای رو به دست بیاریم. حالا این پی کاندیشنال تتا به شرط وای رو ما وقتی بتونیم به دستش بیاریم، بسته به هدفمون میتونیم هر کاری که خب میخوایم قاعدتاً باهاش انجام بدیم. دیدیم مثلا یه راهبرد اینه که من بیام محتمل ترین مقدار این پارامترها رو، این مجهولات رو انتخاب کنم و از اونها حالا توی کاربردی که دارم استفاده کنم. مثلا تتا میتونست یه سری پارامتر باشه، من بیام ببینم که این پارامترها احتمال پوستریور به ازای چه مقداری از این پارامترها بیشینه میشه و بعد بیام همون رو انتخاب کنم و کلا با همون کار کنم. یا مثلا میتونستم میانه اینها رو انتخاب کنم، یعنی مدینشون رو. یه کار دیگه هم که میتونم انجام بدم اینه که نیام یه مقدارشون رو انتخاب کنم، اصطلاحاً یه پوستریور پردیکتیو داشته باشم، یعنی توزیع پوستریور رو روی تتا به شرط وای که به دست آوردم برای هر کاری که میخوام انجام بدم، مثلا فورکست کردن، مثلا کلاسیفیکیشن یا کارهای دیگه، بیام هر دفعه یه نمونه ازش بردارم با اون مثلا فورکست کنم، دوباره با یکی دیگه فورکست کنم و بعد بیام همه اینها رو اوریج بگیرم. یعنی یه جور حالت مثلا آنسامبل و اوریج گرفتن روی یه عالم مدل میمونه که حالا یه مثالش رو مثلا دیدیم بحث بیزیان آدم نتورک. ولی خب توی این جلسه خب اون چیزی که حالا میخوایم بهش بپردازیم اینه که این مسئله رو چطوری میتونیم حلش کنیم.
و تو این جلسه چند تای روش رو میبینیم واسش و با ایده کلیشون صرفاً آشنا میشیم. یه نکته که حالا باید بهش توجه کنید اینه که این مسئله ذاتاً مسئله سختیه. خب یعنی به صورت تاریخی قبل از اینکه حالا اصلا بخواد برای بیزیان اینفرنس استفاده شه، برای مسائل دیگه هم استفاده میشده و اینو در نظر داشته باشید که اگه یه راه حلی وجود داشت که میتونست این مسئله رو حل کنه، نه فقط حالا بحث یادگیری ماشین و اینا، بلکه حوزه‌های زیادی میتونستن یه سری مسئله خیلی سخت رو باهاش حل کنن. پس به همین خاطر انتظار دیدن یه روش همه فن حریفی که بیاد و هر مسئله رو خیلی راحت واسمون حل کنه نداشته باشیم. ما یعنی در عمل اینجوریه که برای یه سری از برنامه‌ها یه خانواده از روش‌های استنباط ممکنه که بهتر جواب بده، برای یه سری دیگه‌شون یه روش‌های دیگه ممکنه بهتر جواب بده و خب ما بر همین اساس خوبه که با انواع اقسام این روش‌ها آشنایی داشته باشیم. و یه نکته هم این که این روش‌هایی که استفاده می‌کنیم به جز بحث بیزیان اینفرنس، برای شاخه‌های دیگه ماشین لرنینگ مثلا بحث انرژی بیس مدلینگ و اینا هم میتونه استفاده شه. شما یه مدل انرژی بیس هم که داشته باشید، یه توضیح دارید که ثابت نورمالیزیشنش رو ندارید و بعضا نیاز میشه که از این توضیح نمونه بردارید یا اینکه پارامتراش رو بخواید ترین کنید و اونجا هم تقریبا از روش‌های مشابهی استفاده میشه. خب مسئله اینفرنس چی بود؟ مسئله اینفرنس این بود که الان توی این نوتیشنی که اینجا گذاشتن یه سری متغیر پنهان Z داریم، یه سری ابزرویشن X و میخوایم که پوستریور پی Z به شرط X رو، یعنی با مشاهده X رو به دستش بیاریم. با این ترمایی که توی این فرمول اومده، خب تو جلسه‌های قبلی آشنایی مختصری پیدا کردیم. پی X به شرط 0 بهش میگن لایکلیهود، پی Z رو بهش میگن پرایور و پی X رو بهش اوییدنس میگن، مارجینال لایکلیهود هم بهش میگن. و اون چیزی که این مسئله استنباط رو واسه ما سخت میکرد همون اوییدنس یا پی ایکس بود. چرا که واسه به دست آوردن پی ایکس ما باید یه انتگرال میگرفتیم روی تمام متغیرهای پنهانمون که خب در عمل مثلا شما الان دیدید که یکی از مدلایی که داشتیم بیزیان نورال نتورک بود و فرض کنید که حالا همچین تابعی رو داریم و میخوایم از مثلا تمام وزنای مجهول شبکه عصبی انتگرال بگیریم که خب این مسئله حل کردنش به همین خاطر خیلی سخته و اینجا خب راهبردهایی که میتونیم داشته باشیم به چند دسته تقسیم میشه. یکی اینه که بگردیم پیدا کنیم برای چه توضیحایی واقعا میشه این مسئله رو حل کنیم. مسئله سختیه ولی خب بالاخره برای یه سری از توضیحا میشه اینو حلش کرد دیگه و بیایم برای کارهامون مثلا هر کاری که داریم از همون توضیحات استفاده کنیم. یه سری راهبرد دیگه هستن که سعی میکنن بیان این ثابت نورمالیزیشنی که نمیتونیم حسابش کنیم رو تخمین بزنن که حالا من بهشون بعداً اشاره میکنم. و یه سری راهبرد دیگه هستن که اینا اصلا محاسبه کردن این رو دور میزنن، میگن که مقدارش که هر چی میخواد باشه من سعی میکنم یه کاری انجام بدم که توی مسیر محاسبات هم نیازی به حساب کردن این پی ایکس نداشته باشم، مقدار اینو ندونم هم کار من را بیفته. پس اینا روش‌هایی بودن که داریم. خب پس من اول اون روش‌هایی رو میگم که میدونیم این مسئله واسهشون قابل حله که به این حالت خاصی که قابل حل هست میگن یعنی اصطلاحاً حالت کانجوگیت پرایور. کانجوگیت پرایور یعنی این که شما بیاید توزیع پرایورتون و لایکلیهودتون رو واسش یه انتخاب خاصی اگر داشته باشید میشه نشون داد که این فرمول بیس فرم وسته داره و شما میتونید پوستریور رو به صورت دقیق واسش حساب کنید و توی اینجور مسائل ما سختی خاصی نداریم. مسائلش چیه؟ مسائلش مثلا اگه توزیع لایکلیهود شما برنولی باشه مثل پرتاب یه سکه، اگه پرایورتون روی پارامتر نامعلوم این توزیع یعنی پارامتر نامعلومش که احتمالتون باشه رو بیاید با یه توزیع بتا مدل سازی کنید، میشه نشون داد که اینا کانجوگیت هم دیگن و پوستریور شما هم یه توزیع بتا میشه که پارامتراشو میتونید خیلی راحت به دست بیارید. مثلا برای توزیع
پواسون هم لایکلیهودش رو اگه لایکلیهودتون پواسون باشه مثل اون مدلایی که داشتیم رگرسیون پواسون و اینا، توزیع پواسون یه پارامتر ریت نامعلوم داشت. اون ریت نامعلوم رو شما میتونید روش یه توزیع نمایی بذارید یا حالا کلی‌ترش توزیع گاما. مثلا اگه توزیعتون کاتگوریکال باشه میتونید توزیع دیریشله بذارید، یا اگه یونیفرم باشه توزیع کانجوگیتش میشه پارتو. مثل حالا قضیه هم هست در این مورد که این توزیع‌های پرایور و اینا به غیر از اینا چی هست. یه چند تا توزیع دیگه هم هست، من اونا رو حالا اینجا نیاوردم، ولی این توزیع‌ها خب محدودن و یه سری قضیه هم هست که به ما میگن که خارج از مثلا خانواده اکسپوننشال فامیلی، حالا به جز یونیفرم شما نمیتونید مثلا توزیع کانجوگیت پیدا کنید. پس یه نکته‌ای که هست اینه که تا یه جایی آمار بیزی محدود بود به همین توزیع. یعنی وقتی می‌خواستن مدل سازی انجام بدن سعی می‌کردن مدلاشون رو بیان فقط با همینا یه جوری بچینن تا تو بحث استنباط به مشکل نخورن و اینم خب ادبیات این حوزه رو تا چند سال قاعدتاً تحت تاثیر قرار داد. ولی خب ما از این بحث توزیع‌های کانجوگیت که بگذریم، این سوال مطرح میشه که اگه توزیعمون کانجوگیت نبود چی؟ اگه برنامه احتمالی ما حالا یا اصلا گرافیکال مدلمون هر روشی که ما توزیع رو باهاش رپرزنت کرده بودیم این کانجوگیت نبود، پرایورمون با لایکلیهودمون، خب ما باید چی کار کنیم؟ الان خیلی از مدلایی که ما توی جلسات قبلی دیدیم اینا کانجوگیت نبودن قاعدتاً. مثلا بیزیان نورال نتورک نبود چون که اون وزنا ضرب می‌شدن تو ورودی‌ها، اون باعث می‌شد که کانجوگیت نشه، بعد همینطور به خاطر اکتیویژن فانکشن‌ها، یا اون مثلا معادلات دیفرانسیل پنهانی که داشتیم اونا هم خب قاعدتاً کانجوگیت نبود. ولی اون کاری که ما میتونستیم بکنیم چی بود؟ کاری که ما میتونستیم بکنیم این بود که لایکلیهود و پرایور رو به هر حال داشت و چیزی که نمیتونستیم حساب کنیم اون اوییدنس بود، پی ایکس. و برنامه‌های احتمالی، زبان‌های برنامه نویسی احتمالی از جمله تورینگ، خب کاری که انجام میدن اینه که اون صورت این کسر، یعنی فاصله ضرب لایکلیهود در پرایور رو در اختیار ما میذارن و این حاصل ضرب پرایور در لایکلیهود یه تابع دنسیتیه، مثلا ممکنه همچین شکلی داشته باشه و حالا این الان مثلا برای یه حالت دو متغیر است. مثلا فرض کنید که متغیرهای لیتنتمون دو تا باشن، این تابع چگالی که برنامه احتمالی ما تعریف میکنه ممکنه که یه همچین چیزی داشته باشه، یعنی مثلا بگی که برای این مقدارهای وسط مقدار زیاده، برای اون یه 4 تا مود دیگه هم به غیر از اینا داشته باشه. و هدف ما توی استنباط تخمینی چیه؟ هدفمون تو استنباط تخمینی اینه که بیایم سعی کنیم بدون حساب کردن اون ثابت نورمالایزیشنی که خب نمیتونستیم حسابش کنیم و میشه هم نشون داد اصلا غیر ممکنه حساب کردن دقیقش، کارمون رو راه بندازیم. یعنی بیایم مثلا یه سری سامپل تولید کنیم که شبیه سامپل‌هایی باشن که از این توضیح اومدن. اگه من بتونم یه سری سامپل از پوستریور تولید کنم، میتونم با اون سامپل‌ها هر کار که میخوام بکنم. مثلا برای اون بحث پوستریور پردیکتیو میتونم با پیش بینی اونا رو میانگین بگیرم، یا برای حتی ماکسیموم پیدا کردنشون میتونم بیام اونا هر کدومشون که ماکسیموم رو انتخاب کنم. پس روش‌های استنباط تخمینی ما یه همچین مسئله‌ای رو داریم. فرض میکنیم که یک دنسیتی در اختیارمونه، این دنسیتی مقدارش رو میتونیم برای هر نقطه‌ای که میخوایم حساب کنیم و ثابت نورمالایزیشنش رو هم نداریم. فقط دقت کنید که من شرط خاص دیگه روی این دنسیتی نمیذارم، یعنی میگم که مقدار این متغیرها هم هر که این دنسیتی روش تعریف شده، ساپورت اون متغیرهای تصادفی میتونه آر باشه، یعنی میتونن هم مقدار منفی داشته باشن، میتونن مقدار مثبت داشته باشن، چون این کار طراحی الگوریتممون رو راحت‌تر میکنه. برنامه‌های احتمالی واسه اینکه این شرط رو برقرار کنن، خب میان روی متغیرهای تصادفی که ما تعریف میکنیم و مقید هستن، اینا رو یه سری روشون تبدیل انجام میدن. مثلا ممکنه ما داخل برنامه احتمالیمون یه متغیری داشته باشیم که فقط باید مقدارش مثبت باشه، مثل واریانس. اونا این متغیر رو یه جوری تبدیلش میکنن که
مثبت بشه اون متغیری که ما باهاش کار میکنیم، یعنی بتونه هر مقداری توی آر بگیره. پس میتونیم با خیال راحت فرض کنیم که ساپورت این توضیح هم آر هست و بریم سراغ روش‌های اپروکسیمیت اینفرنس. اولین خانواده ای از روش‌ها که میخوایم بررسیشون کنیم یه سری روش‌ها هستن که سعی میکنن بیان از این توضیح پوستریوری که ثابت نورمالیزیشنش رو نمیدونیم، خب همونجوری که گفتم یه سری سامپل تولید کنیم. مثل این مثلا نقطه های سفید، همونجوری که میبینید جاهایی که چجوری مثلا میشه فهمید حالا چشمی اگه بخوایم قضاوت کنیم بدون هیچ معیار ریاضی که این سامپل خوبن یا نه، من انتظار دارم جاهایی که مقدار تابع بیشتره، مثلا اون جاهایی که روشن‌تره، تعداد سامپل‌های بیشتری ببینم و خب اون جاهایی که سیاهه، یعنی احتمال وقوع یه سامپلی اونجا کمه، نمونه های کمتری ببینم دیگه. و روش هایی که در ادامه میخوایم بررسی کنیم سعی میکنن که همچین کاری رو در واقع انجام بدن و یه سری سامپل از همچین توضیح تولید کنن. خب روش های اولی که بررسی میکنیم روش های مارکوف چین مونت کارلو هستن، احتمالاً باهاشون آشنایی دارید. اساس این روش ها خب یه خانواده ای از فرآیندهای تصادفی هستن به نام مارکوف چین یا زنجیرهای مارکوف. زنجیرهای مارکوف خاصیت مهمشون که با اون خاصیت تعریف میشن اینه که احتمال مثلا وقوع یه متغیر تصادفی فقط توی این فرآیند تصادفی فقط به متغیر تصادفی قبلیش وابستگی داره. حالا این من اینجا گسسته‌اش رو آوردم، پیوسته‌اش هم مثلا به همین صورت حالا میشه فرمول بندی کرد که احتمال هر نقطه صرفاً بستگی داره به احتمال نقطه قبلی و مشاهدات قبل از اون دیگه قاعدتاً توی این فرآیند تأثیری نداره. حالا از این تعریف‌ها که بخوام یه مقدار بگذریم، میدونید زنجیرهای مارکوف تحت یه شرایطی حالا مثل ایرریدیوسیبل بودن و ایپریودیک بودن یه توضیح واسه شون وجود داره به نام توضیح پایا یا توضیح استیشنری و این زنجیر مارکوف حالا بعد از یک مدتی میرسه به اون توضیح استیشنری، یعنی یه نقطه‌ای توی زمان هست، مثلا اینجا من تا گذاشتم، اگه از اونجا نگاه کنیم این متغیرایی که زنجیر مارکوف ما داره میده شبیه مثلا سامپل هایی هستن که از اون توضیح استیشنری خوب اومدن قاعدتا. و خب حالا مثالش هم قاعدتا زیاده، تو درس‌های مختلف اینا رو دیدید. مثلا این مثال شما یه سری کارت‌های پوکر رو بردارید دور بزنید، می‌بینید که بعد از یه مدتی خب یعنی اصطلاحاً بعد از میکسینگ تایمش انتظار میره که اونجا شما به یه توزیع مثلا یونیفرم برسید و که حالا اون زمانی هم که این رخ میده اصطلاحاً اون زمان تا بهش میکسینگ تایم میگن. ایده روش‌های مارکوف چین مونت کارلو چیه؟ ایده روش‌های مارکوف چین مونت کارلو اینه که ما بیایم یه زنجیر مارکوف بسازیم که توزیع استیشنری یا توزیع پایاش بشه همون توزیع پوستریور ما. یکم حالا این مثلا ایدهش ایده عجیب غریبی به نظر میرسه و به نظر میاد که کار سختی باشه، ولی دلیلش این بوده چون همونطوری که در ادامه میبینیم برای وقتی ما میخوایم این زنجیر مارکوف رو بسازیم، برای ساختن این زنجیر مارکوف ما نیازی به دونستن ثابت نورمالیزیشن این توزیع نامعلوممون نداریم و به همین خاطره که یعنی این روش جواب میده و میتونه بدون دونستن ثابت نورمالیزیشن این توزیع رو تعریفش کنه. و خب این روش ها باز خودشون روش های مختلفی رو استفاده میکنن واسه تعریف کردن اون زنجیر مارکوف و ساختنش که به اون توزیع پایا برسه، ولی اون چیزی که به صورت تاریخی ابتدای کار بوده این بوده که سعی کردن یه سری شرط کافی پیدا کنن برای تضمین اون توزیع پایا، هم تضمین وجودش، همین که خب بشه همون توزیعی که ما میخوایم. حالا ممکنه تحت شرایط دیگه هم رخ بده ولی برای ما یه شرط کافی صرفاً کفایت میکنه. اون شرط کافی که اینا سعی میکنن برقرارش کنن یه شرطیه که حالا تو فیزیک بهش میگن دیتیلد بالانس، توی احتمال بهش میگن ریورسیبیلیتی، که میگن اگه مثلا اون توزیع پای مد نظر شما، مثلا اون توزیع پایاتون اگه اینو با پای نشون بدید وجود داشته باشه،
مثلا اگه همچین رابطه برقرار باشه، این رابطه‌ای که اینجا داریم و این پی هم همون کرنل یا اون ماتریس ترانزیشن مارکوف چینمونه که باهاش تعریف میشه. گفتیم مارکوف چینه فقط کافیه که ما بیایم احتمال گذار از یک استیت به یک استیت دیگر رو تعریف کنیم، پس اون پیه میتونه به صورت کامل تعریفش کنه. و اگه اون پیه با اون اون پیه رو ما یه جوری بتونیم تنظیمش کنیم که با اون توزیع پای یه همچین معادله رو بتونه برقرار کنه، ما میتونیم دیگه مطمئن باشیم که مثلا میرسیم به اون توزیع پایا و این همون چیزیه که ما میخوایم. و خب سوال اینجاست که اون احتمال های انتقال یعنی پی مثلا یه ایکس پرایم به شرط ایکسی رو چجوری ما میتونیم تعیینش کنیم. که اولین ایده‌ای که برای تعیین کردن این ماتریس احتمال پیشنهاد شد یه الگوریتمی بود خب به نام متروپولیس هستینگز که ابتدای کار بود اسمش متروپولیس، بعدن یه تعمیمی ازش متروپولیس هستینگز نام گرفت که من الان اون چیزی که میگم اول متروپولیسه. همون معادله دیتیلد بالانس که دیدیم رو اگه شما بیاید حالا یه طرف این وسط این روش انجام بدید یه همچین عبارتی رو به دست میاری و حالا در ادامه برای ساختن متروپولیس ما فرض میکنیم زنجیر مارکوفمون رو اینجوری میسازیم که میایم میگیم این زنجیر مارکوف ما مثلا توی یه نقطه‌ایه و میخواد حالا حرکت کنه به یه نقطه دیگه‌ای. ما فقط برای ساختنش باید تعریف کنیم که این زنجیر مارکوف چجوری تو فضا حرکت میکنه. پس فرض میکنیم که الان این زنجیر مارکوف توی یه نقطه‌ایه مثلا x. خب یه تابعی رو میخوام که به ما پیشنهاد بده، پروپوز کنه قدم بعدی زنجیر مارکوف چی باشه. این تابع رو بهش میگن تابع پروپوزال به نام G. خب فرض میکنیم که یه توزیع G هست که اگه من بهش بگم من الان توی این مثلا نقطه هستم، این G به من میگه که نقطه بعدی که میخوای بری با چه احتمالی چه نقطه‌ای. به میگن توزیع پروپوزال. حالا شما میتونید مثلا این توزیع رو بعدا میبینیم، براش آپشن‌های زیادی وجود داره واسه تعریفش. و وقتی که این توزیع پروپوزال یه نقطه‌ای رو به من پیشنهاد داد، ما باهاش یه نقطه‌ای رو درآوردیم، با یه احتمالی تصمیم میگیریم که به اون نقطه بریم یا نه. ممکنه که قبول نکنم کاری اون پیشنهاد توزیع پروپوزال رو و این هم خاصیت حالا متروپولیس. اون احتمال قبول کردن اون توزیع پروپوزال رو اگه توی x باشیم و بهمون پیشنهاد بدن که بریم به x پرایم، اون احتمال قبول کردن یا اکسپتنس پروبابیلیتی شو با اون تابع A مثلا بیایم نشون بدیم. و متروپولیس چی کار میکنه الگوریتمش؟ متروپولیس میاد این A رو یه طوری انتخاب میکنه که اون دیتیل بالانس برقرار باشه و یعنی در واقع اون طبق اون چیزی که گفتم ما میتونیم این احتمال ترانزیشن رو اینجوری بنویسیم دیگه. اول با توزیع پروپوزال انتخاب میکنیم، بعد اون اکسپتنس تصمیم میگیریم که قبولش کنیم یا نه. پس توی اون دیتیلد بالانس ما میتونیم پی ایکس پرایم به شرط x رو با اون جی ایکس پرایم به شرط x و آ ایکس پرایم x جایگزین کنیم. و حالا اگه این جایگزینی رو انجام بدیم و سعی کنیم که اون مقدار آ رو به دست بیاریم، میتونیم به یه همچین عبارتی برسیم. اگه این عبارت رو آ رو اینجوری انتخاب کنیم، میتونیم مطمئن باشیم که دیتیل بالانس یا ریورسیبیلیتی برقراره و در نتیجه توزیع پایای ما میشه همون توزیع پایایی که میخوایم، یعنی پای. و نکته مهمتر چیه اینجا توی این فرمولی که بهش رسیدیم؟ جی توزیع پروپوزال انتخابش دست ماست. چیزی که اینجا وارد این فرمول میکنیم این پایی، یعنی اون توزیع برای ما توزیع پوستریوره. اینجا ما نسبت توزیع پوستریور رو برای x پرایم بریم به x. اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ اتفاق خیلی خوبی که رخ میده اینه که چون این توزیع پای ثابت نورمالیزیشنش خب به ورودیش که بستگی نداره، با این ثابت نورمالیزیشنش قاعدتا یکی. پس اینجا اون ثابت نورمالیزیشن این و این با هم دیگه کنسل میشه. یعنی برای به دست آوردن این تابع احتمال ما احتیاجی نداریم که اون ثابت نورمالیزیشن رو بدونیم. شهودی هم اگه بخواید دلیلش رو بدونید که حالا این فرمولیه که رسید به این نقطه، این شهودش چی میگه؟ شهودش به ما میگه من توی این نقطه وقتی میخوام برم به نقطه بعدی
واسه اینکه تصمیم بگیرم از بین مثلا دو تا نقطه کدوم رو انتخاب کنم، نیاز ندارم مقدار مطلق اون دو تا نقطه رو بدونم چقدره، که یعنی نیازمند دونستن اون ثابت نورمالایزیشنه. نیاز دارم بتونم مقدار اون دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنم، نه اینکه بدونم هر کدوم چقدره. که اینجا ببینید دارم نسبت اون نقاط رو با هم مقایسه میکنم، یعنی برای تصمیم گیری بین دو نقطه که قدم بعدی من باشه، من میام مثلا حساب میکنم اگه این نقطه نسبت به نقاط دیگه احتمال زیادتری داره، خب من با احتمال بیشتری اون نقطه رو قبول میکنم. اینجا هم میگه دیگه اگه این پوستریور زیاد باشه نسبت به نقطه‌ای که الان توش هستم، با احتمال بیشتری من قدمامو برمی‌دارم و میرم داخل اون نقطه. پس اون کاری که ما برای ساختن زنجیر مارکوف احتیاج داریم، مقایسه بین نقاط کاندیدا برای قدم هامونه، نه دونستن ارزش هر کدوم از قدم ها. به همین خاطر ما نیاز نداریم ثابت نورمالایزیشن رو بدونیم. خب حالا در هر صورت ما میدونیم که روال متروپولیس چیه و چیزی که میمونه این پایین که توضیح تارگتمونه که اون برنامه احتمالی نهایتا مقدارش رو میتونه به ما بده. اون چیزی که میمونه اینه که اون توضیح پروپوزال رو انتخاب کنیم، یعنی اون جی که تصمیم بگیره چجوری حالا حرکت کنیم و پروپوزالمون چجوری باشه، که انتخابای زیادی براش هست. ساده ترینش چیزی که همون الگوریتم متروپولیس بهش میگن اینه که اون جیه یه رندوم واک باشه و اگه یه رندوم واک باشه، اون چیزی که به دست میاریم میشه الگوریتم متروپولیس، که حالا پیاده سازیش هم توی جولیا تقریبا به همین صورته. شما از این نقطه شروع میکنید به نام Z0 خب، و کاری که انجام میدید اینه اول با توضیح پروپوزالتون یه نقطه رو تولید میکنید که حالا اینجا گفتم مثلا ما میایم رندوم واک میگیریم این توضیح جی پروپوزالمون رو، یعنی یه مثلا یه میشه توضیح نرمال به مرکزیت اون نقطه‌ای که الان داخلش هستن. این میشه اون نقطه‌ای که جی به ما پروپوز کرده و بعد با احتمال آلفا که اونجا میشه همون نسبتی که اونجا تعریف کردم تو اسلاید قبل، تصمیم میگیریم که این نقطه رو قبول کنیم یا نه. این کار یعنی یه عدد تصادفی بین 0 و 1 تولید کردن، می‌بینیم که اگه از این آلفا کمتر باشه قبولش می‌کنیم و اگه بیشتر باشه رد می‌کنیم. این باعث میشه قبولیامون با احتمال آلفا انجام بشه. اگه اینطوری بود ما میگیم که نقطه جدید ما میشه اون وای و اون نقطه بعدیمون اون نقطه رو هم به سامپل هامون اضافه می‌کنیم. که حالا اگه اینو برای همین چگالی که اینجا داشتیم ببینیم، این مثلا داره تراجکتوری همین متروپولیس رندوم واک رو نشون میده و اگه اینو به یه زمان زیادی بذارید که اجرا شه، ببینید که میتونه یه سری سامپل واسهتون از این توضیح جمع آوری کنه. و اگه الان بیام این سامپل ها رو مثلا میانگین بگیرم دیگه، میتونم مثلا همین رو بندازم بود و کلا با همون سامپل ها از پوستریور هم کار کنم. خب پس ما الان یه روشی داریم که به نظر میاد خب میتونه جواب بده و انگار که مشکل خاصی این روش نداره. دلیل اینکه این واسه مسئله خوب عمل کرده اینه که این مسئله خود تو ابعاد پایینه و این الان مسئله دو بعدی خیلی مسئله خاصی نیست. ما الان با بیزل نورال نتورک اگه بخوایم کار کنیم، اون ممکنه که مسئله‌مون چند صد هزار بعد داشته باشه و توی همچین فضای اتفاقی که میفته در عمل اینه که این احتمال اکسپتنس خیلی کم میشه. یعنی شما مثلا در نظر بگیرید این زنجیره وقتی شروع میکنه ممکنه که بره اینجاها گشت بزنه و اصلا نتونه این مودها رو کشف کنه و این باعث میشه که نتونه به نقاطی برسه که احتمال زیادی دارن. اگه شما بی‌نهایت زمان داشته باشید، این الگوریتم برای هر مسئله جواب میده، ولی خب ما الگوریتم‌های سریع‌تر و افیشنت‌تری می‌خوایم که بتونن خیلی سریع‌تر این سامپل‌ها رو برای ما جمع‌آوریشون کنن. که خب ایده های که در ادامه مطرح میشه حالا توی ترندای بحث‌های مارکوف چین مونت کارلو، بیشتر همین شتاب دهی به همچین روش‌هایی. خب حالا اگه شما به این مسئله دقت کنید، این مسئله سامپلینگ ما گفتم
اینکه یکی بگیم مثلا سامپلینگمون خوبه یا بده، من الان چشمی میتونم بگم اینا سامپلای مثلا خوبی به نظر میاد. چرا؟ چون که این سامپل‌ها اون جاهایی که مدها هستن این تاب مقدار بیشتری داره، سامپل‌های بیشتری داریم دیگه. با این شهود این مسئله سامپلینگ یه جورای شبیه مسئله‌های بهینه‌سازیه. خب ما تو مسائل بهینه‌سازی هم دنبال چی می‌گردیم؟ ما یه تابعی داریم که می‌بینیم که مثلا دنبال اون جاهایی می‌گردیم که این تابعمون ماکسیمومه دیگه. حالا تو بهینه‌سازی ما دنبال نقطه‌ای می‌گردیم که بیشتره، ولی اینجا تو سامپلینگ هم دنبال جاهایی می‌گردیم که احتمال بیشتره. دوست داریم از اون جاها سامپل بیشتری برداریم. پس یه سری از روش‌های مارکوف چین مونت کارلو کاری که انجام میدن اینه که میان از ایده های بهینه‌سازی استفاده میکنن و اون توزیع پروپوزال یعنی جی رو یه طوری انتخاب میکنن میسازنش که این زنجیره وقتی که داره تو فضا حرکت میکنه بیشتر کجاها حرکت کنه، بیشتر جاهایی که مقدار تاب بیشتره و احتمال بیشتری داره. اینجوری باعث میشه تو فضاهای ابعاد بالا زودتر برسه به اون نقطه مود توزیع. و خب کلاً یه نکته دیگه هم که باید در مورد متروپولیس بدونید اینه که متروپولیس توزیع ما رو بهش به عنوان بلک باکس نگاه میکنه. یعنی واسهش مهم نیست که ضابطه این توزیع چیه، این توزیع اصلا ساختارش چیه و فقط داره از مقدارش استفاده میکنه و چون یه عالم اطلاعات مفید رو در موردش دور میریزه نمیتونه خیلی افیشنت باشه و روش‌های افیشنت‌تر و هوشمندانه‌تر از اون اطلاعات در مورد توزیع استفاده میکنن در واقع. که حالا من به عنوان مثال الان دو تا از این روش‌ها رو اگه بخوام بگم، یکیشون یه روشیه به نام لانجوین مونت کارلو. لانجوین مونت کارلو ایدهش اینه که میگه اون دینامیک حرکت کردن توی فضا، یعنی اون توزیع پروپوزال جیم رو به جای رندوم واک بیایم یه همچین چیزی بگیریم. پای چی بود؟ پای فرض کنیم اون توزیع پوستریورمونه که من میخوام ازش سامپل بردارم، اون توزیع تارگت. اگه من بیام در جهت گرادیانش حرکت کنم همیشه، خب مثل اینه که دارم بهینه‌سازی انجام میدم. یعنی اون ترم دوم اینو خب کاری نداشته باشیم، عملاً اگه این دینامیک رو اجرا کنیم از این نقطه این میره روی نزدیکترین مودی که پیدا میکنه و خب شاید هم خوششانس باشه مثلا بره روی بیشتری بشه. ولی ما تو سامپلینگ خیلی برامون مهم نیست که گلوبال باشه یا لوکال. ما میخوایم مثلا به یه مودی حالا برسیم. پس دینامیک لانجوین کاری که انجام میده ترم اولش اینه که میگه خب حرکت کن به سمت مود. ولی تا اینجای کار گفتم اگه این دینامیک رو اجرا کنیم هر ذره خب اگه اینجا باشه میره روی این موده، اینجا باشه میره روی همین موده و همه ذراتی که نزدیک اینجا هستن همشون میرن اینجا و خب این دیگه تنوعی نداره. نقاط میشه یه الگوریتم تقریبا دترمینیستیک. حالا یه راهی که ما بتونیم به یه جور تنوع و دایورسیتی برسیم چیه؟ اینه که یه جور نویز بهش اضافه کنیم به این دینامیک. که به همین خاطر اون ترم دومی که توی این دینامیک می‌بینیم، اون ترم برانیان موشنی هم که اونجا هست، اون برای همینه. این باعث میشه که یه نویز بهش اضافه شه و این دینامیک اینجوری یه حرکت تصادفی داره و اگه اجراش کنیم اینجوریه که مثلا میل داره بیشتر به سمت همون مودها بره. این اگه مثلا متروپولیس بود، این خب رندوم واک متروپولیس بود، این ممکن بود جای مختلف بره، ولی این تم داره که بیشتر به سمت مودها بره. یه مقدار تو هر کدوم از این مودها گشت میزنه و خب بعدا مثلا بستگی به شانسمون داره، ممکنه مودهای دیگر رو کشف کنه، ممکنه مودهای دیگر رو کشف نکنه. ولی چیزی که مهمه اینه که از متروپولیس خیلی سریع‌تر به مودها برسه. که این دینامیک لانجوین هم حالا کار این دوباره یه سری فیزیک نابوده. شبیه سازی دینامیک لانجوین هم توی جولیا کار خیلی سختی نیست. این میشه چی؟ این میشه توزیع جی. یعنی اون توزیع پروپوزالمون دینامیک پایان. متروپولیس رو این اعمال نشده، یعنی اون احتمال اکسپت کردن و اکسپت نکردن. اگه اون احتمال چیزا رو هم بیاید اضافهش کنیم دیگه همچین کدی میشه. حالا جزئیاتش رو کار نداشته باشیم، کاری که انجام میده همون اصلاح متروپولیس رو داره انجام میده. یعنی تا اینجای کار این تولید وای مثل همون کدیه که صفحه قبل نشون دادم، دینامیک لانجوین. از اینجا به بعدش که یه چند تا کد یه ذره پیچیده هست،
همون محاسبه کردن احتمال اکسپتنس بنویسید، این راحت به دست میاد. و یعنی تم کلی این روش‌ها اینطوریه که شما با یه دینامیکی شروع میکنید. میتونه دینامیک لانجوین باشه، میتونه رندوم واک باشه، میتونه یه دینامیک دیگه‌ای باشه. خب و با متروپولیس اصلاحش میکنید، یعنی تصمیم میگیرید که با یه احتمالی یه سری از این سمپلاتون رو رد یا قبول کنید و اون اصلاح متروپولیس تضمین میکنه واسهتون که این میرسه به همون توزیع پایه‌ای که شما میخواید. خب یه نمونه دیگه از دینامیک هایی که حالا استفاده میکنن واسه شتاب دهی به روش مونت کارلو، بهش دینامیک همیلتونی میگن که این ختم میشه به یکی از افیشنت ترین روش های مارکوف مونت کارلویی که ما الان داریم. پس کنید این توضیح تارگتمون باشه. من یه ذره دینامیک همیلتونی رو شهودی فقط روش میکنم. پس کنید این توضیح تارگتمون باشه. حالا ثابت نورمالیزیشنش هم قاعدتا نداریم، ولی یک بودی احتمالش این شکلی. اگه من بیام منهای لاکراب این رو بیام رسم کنم، منهای لگاریتم این تابع احتمال رو یه همچین چیزی به دست میارم. یه تابعی رو به دست میارم که جاهایی که کمینه هست، خب جاهایی که مقدار کمی داره، اون تابع اصلی مقدار زیاد داره. خب و این مثلا میخوام در ادامه فقط با همون تابع منهای لاگ پی کار کنم. این تابع منهای لاگ پی رو چرا تعریفش کردم؟ به جای این تابع پی میخوام با این مقدار منهای لاگ پی کار کنم. واسه دینامیک همیلتونی ایدهش اینه، فرض کنید که این تابع منهای لاگ پی یه زمینیه، خب مثلا یه گودالیه، شما یه توپی رو میندازید داخل این. خب و این توپه قاعدتا شروع میکنه به حرکت کردن داخل این مثلا این تابع قرمز. اگه اینو مثلا یه جور دره‌ای در نظر بگیرید و این توپه حالا این خاصیت بامزه‌ای که داره اینه که بیشتر خب مثلا ولش کنید بیفته اینجا دیگه، قاعدتا توی ته این دره میفته و این ته دره میشه همون جاهایی که تابع تارگت ما احتمال بالایی داره. پس شهودی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، این دینامیک هرچی هست شاید از اون دینامیک لانجوین برای کار ما مناسب تر باشه. و حالا اگه بخوایم و به این دینامیک خب میگن دینامیک همیلتونی که فرمول بندیشو مثلا اگه برید توی دینامیک و اینا نگاه کنید، خودم من مثلا رفتم فرمول بندیشو از یه جای کپی کردم و این داره عملا همین رو میگه که ما یه توپی مثلا داریم، ارتفاع این توپه یعنی یو خب انرژی پتانسیل توی این دینامیک همیلتونی ارتفاع این توپ هست. یعنی چی؟ یعنی همون منهای تابع لاکراب. انرژی جنبشیش هم توی دینامیک همیلتونی حالا تعریف میکنه با یه متغیر کمکی که این متغیر کمکی توی اون الگوریتم همیلتونیان مونت کارلو ما باید یه جوری تنظیمش کنیم که به دست بیاد. ولی وارد جزئیاتش که نشیم، شبیه دینامیک لانجوین همیلتونیان مونت کارلو فقط میاد به جای دینامیک لانجوین از این دینامیک استفاده میکنه. این دینامیکو خب دینامیکش با این دو تا معادل دیفرانسیل تعریف میشه، اینو شبیه سازی میکنه، یعنی به صورت عددی حلش میکنه و بعد روش هم یه اصلاح متروپولیس میزنه و اون چیزی که به دست میاد بهش میگن همیلتونیان مونت کارلو که خب یه الگوریتم خیلی افیشنته اگر به شرط اینکه پارامتراشو بشه خیلی خوب تیون کرد. که حالا بعد از اینکه همیلتونیان مونت کارلو توسعه پیدا کرد، یه مشکلی که همیلتونیان مونت کارلو داشت این بود که دو تا پارامتر داشت که نسبت به این دو تا پارامتر خیلی حساس بود. یکی این بود که این دینامیک رو برای چند قدم شبیه سازی کنیم وقتی می‌خوایم یه سامپل برداریم، یکی همین که طول اون قدم‌های شبیه سازیمون وقتی این معادلات رو می‌خوایم به صورت عددی حل کنیم چقدر باشه، که این دوتا رو اگه شما بعد انتخاب می‌کردید عملکردش خراب می‌شد و اصلا نمی‌تونست خوب سامپل برداره. به همین خاطر یه نفر به نام اندرو گلمن تقریبا سال 2010 اینا یه الگوریتمی رو پیشنهاد داد به نام NUTS که NUTS خب کاری که میکرد تیون کردن اون دوتا پارامتر بود توی مونت کارلو همیلتونی و اون تبدیل شد به یکی از روش‌های خیلی افیشنتی که ما الان داریم برای سامپل برداشتن از برنامه‌های
احتمالی. بذارید اینو بیارم. الان برای تورینگ، خب تورینگ اکوسیستمش یه سری خب پکیج داره برای پیاده سازی همین روش‌های سامپلینگی که دیدیم و دو تا از این پکیج‌ها مرتبط با اون چیزایی که تا الان دیدیم. یکی ادوانسد متروپولیس هستینگز، این برای مثلا روش‌های مثل لانجوین مونت کارلو و متروپولیس راندوم واک و ایناست و یکی هم ادوانسد HMC، این برای NUTS و همیلتونیان مونت کارلو که اینا رو شما میتونید مثلا با تورینگ هم استفاده کنید. مثلا اگه من بخوام الان برای تورینگ مثلا یه نمونه از NUTS رو بهتون نشون بدم، فرض کنید که مثلا یه مسئله رگرسیونی داریم. خب یه مسئله داریم، مثلا مسئله رگرسیونه. خب برنامه احتمالی هم که واسش نوشتیم یه مدل رگرسیون بیزیه، فقط تنها چیزی که این ضرایب مدل خطیمون مجهولن، نرمالن. یه چیزی که ممکنه جدید باشه واسهتون فقط اینه که واریانسش هم اومدم دوباره واسهش روش پرایور گذاشتم و گفتم که این واریانسه یه توزیع اینورس گاما داره. روی واریانس معمولا توزیع اینورس گاما میذارن، خود گاما رو هم بعضا میذارن. خب ولی حالا درست‌تر اینه که اینورس گاما بزنیم و میام میگم که هر کدوم از مشاهدات وای هم یه همچین چیزیه، آیکس به علاوه ب واریانسش، ولی اینجا دیگه قبلا تو مدلایی که جلسات قبل داشتم ثابت میگرفتم، اینجا گرفتم که واریانسش هم یه متغیر لیتنت باشه. و خب الان هدفم اینه که بیام این داده ها رو داشته باشم و این استنباط انجام بدم روی مقدار نامعلوم آلفا، بتا و سیگمایی که اینجا دارن. توی تورینگ اگه خواستید از NUTS استفاده کنید، استفاده ازش خیلی راحته. خب از این تابع سامپل استفاده میکنید، اون مدل برنامه احتمالیتون رو بهش پاس میدید و اینجا مثلا اون الگوریتم سامپلینگتون رو، الگوریتم سامپلینگ هم این کجا تعریف شده؟ این توی این کتابخونه ادوانسد HMC تعریف شده که یکی از حالا زیر پکیجای پروژه تورینگه. خب و پارامتر بعدی چیه؟ پارامتر بعدی میگه که چند تا از این سامپل میخوای، یعنی چند تا نمونه این زنجیر مارکوف به هر حال شروع میکنه برای شما نمونه جمع آوری کردن. هر چقدر تعداد بیشتری نمونه جمع آوری بتونید کنید از این، تخمینی که از اون پارامتر رو به دست میارید دقیق تره. که حالا من الان اینو اجراش اگه کنم، اینو تعریف نکردم. الان اون محاسبه‌ای که داره انجام میشه محاسبه مربوط به خود NUTS نیست. جولیا شما دفعه اولی که این تابع رو فراخوانی میکنید داره کداشو کامپایل میکنه، دفعه بعدی که اجراش کنیم سریع‌تر میشه. الان شروع مثلا میکنه به سامپل برداشتن. اول یه اینیشیال، این همون الگوریتم NUTS که پارامترهای همیلتونیان مونت کارلو رو تیم میکرد، یه سایز استپ سایز اولیه انتخاب میکنه و شروع میکنه بر اساس حالا یه سری معیاری که اون الگوریتم NUTS به طور به خصوص داره، اینو تیونش کردن مثلا کم و زیادش میکنه. معیارش هم همون احتمال اکسپتنسه. ببینه احتمال اکسپتنس بره پایین طول قدماشو کم میکنه، ببینه بره بالا احتمال اکسپتنس طول قدمای بیشتری برمی‌داره که بتونه سامپل متنوع تری از توی فضا برداره.
ولی همونجوری که میبینید الان شهودی مثلا دستتون باشه که اگه من 100,000 تا سمپل از یه همچین مدلی بخوام چقدر حدوداً باید صبر کنم. الان یه چیزی حدود 1 دقیقه صبر کردم که این سمپل ها رو بتونم به دست بیارم دیگه. حالا واسه این که این زمانش هم بذارید این دفعه دقیق اندازه بگیرم بتونم با روش بعدی که میگم مقایسه کنم. الان داره یه سری آماره رو سمپل تموم شده، داره یه سری اطلاعات آماره رو در مورد اون سمپل ها واسه همون محاسبه میکنه، سمپل هایی که تولید کرد. خب الان این کارش تموم شد. یه گزارشی رو بهتون تقریبا نشون میده، میگه پارامترهایی که مجهول داشتید اینان آلفا، بتا، سیگما. من یه ذره رو زوم کنم. میگه توی این سمپل هایی که من تولید کردم این آلفا میانگین سمپلاتون شده 2.9. ما مدلمون که اینجا اومدم چیزش کردم، داده‌خوار مدل ریگرسیونی که داشتیم بود 3x منهای 2، اینم شده 2.9، یعنی آلفا نزدیک به اون عدد 3 که انتظار داشتیم. بتا هم میانگینش تقریبا شده منهای 2 و این سیگما هم شده حدوداً 2، یعنی این واریانس. و اینجا حالا یه سری اطلاعات دیگه هم بهتون میده، مثلا میگه که کوانتایلاش چقدره، مثلا چارک 25%، 75% و اینا. یه اطلاعات دیگه ای هم باز بهتون میده. یه عددی هست اینجا مثلا میبینید ESS بهش افکتیو سامپل سایز میگن. من 100,000 تا نمونه تولید کردم، اینجا به NUTS گفتم که 100,000 تا نمونه تولید کنم. خب روش مونت-کارلو یه عیبی که مارکوف مونت-کارلو یه عیبی که بهشون وارده اینه که ببینید این مثلا زنجیره از اینجا یه نمونه برمی‌داره، بعد اینجا یه نمونه برمی‌داره، اینجا یه نمونه برمی‌داره، هی این مسیر رو طی می‌کنه. خب این نمونه‌ها ممکنه خیلی نزدیک هم باشن و این باعث بشه بین اینا از لحاظ آماری وابستگی به وجود بیاد. ولی ما مثلا فرض می‌کنیم که سامپلامون تو کار آماری همیشه فرض می‌کنیم سامپلامون آیایدی ان دیگه و از هم دیگه مستقلن. یعنی روش مارکوف مونت-کارلو وقتی شما میگید 100,000 تا سامپل واسم تولید کن، این 100,000 تا سامپل بهتون میده، ولی این 100,000 تا به اندازه 100,000 تا واقعا اطلاعات نداره، چون بعضیشون خیلی شبیه هم دیگه است. حالا با یه سری معیار سعی کردن ببینن که به اندازه چند تا سامپل مثلا اطلاعات داره. افکتیو سامپل سایز یعنی سامپل سایز مؤثر، یعنی که اینا به اندازه چند تا سامپل مستقل از هم تو این اطلاعات هست. حالا مثلا اینجا تو اون معیاری که گفته، مثلا گفته برای آلفا خب این مقدار 45,000 از این 100,000 تا، یعنی 45,000 تا به اندازه 45,000 تا سامپل مستقل شما اطلاعات داریم. ولی برای اون سیگما مثلا این افکتیو سامپل سایز بیشتره. حالا این به من چی میگه؟ این به من میگه که من برای به دست برآورد آلفا و بتا احتمالاً به تعداد سامپل‌های بیشتری احتیاج دارم، ولی برای این یکی، یعنی برای این سیگمایی که اینجا دارم، برای این سیگما تعداد کمتری احتیاج دارم. حالا به اینم دقت کنید، می‌بینید مثلا این واریانس سیگما هم نسبتاً خوب کم شده. و یعنی این آماره ها به شما کمک میکنه که چجوری تصمیم بگیرید که چه تعداد سامپل داشته باشید. یه مقدار دیگه همین تهش هست، آرحت. این آرحت بهش آماره گلمن رابین میگن. گلمن همونی بود که این الگوریتم NUTS رو پیشنهاد داد. این آماره تعریفش کار ندارم تعریفش، ولی اینجوریه که میگه اگه زنجیر مارکوفتون به اون میکسینگ تایمش رسیده باشه، این باید میگه مقدارش نزدیک 1 باشه. خب اگه این حالا یعنی دو طرفه البته نیست، یعنی میگه که اگه این بیشتر از 1 باشه کمتر از 1 باشه، یعنی زنجیر مارکوف شما به میکسینگ تایمش نرسیده و باید بیشتر باشه. ولی حالا اگه 1 باشه لزوما معنی نمیده که رسیده باشه. یه شرط لازمه پس این آماره گلمن رابین. به صورت گرافیکی هم میتونید این زنجیر مارکوفتون رو پلات کنید. تورینگ یه سری پلات آماده برای اینا داره.
این برای هر کدوم از این پارامترها داره مقدارش رو نشون میده که چجوریه. ما انتظار داریم زنجیر مارکوفمون به توزیع استیشنریش که رسیده باشه یه چیزی شبیه نویز ببینیم اینجا. اگه اینجا ما یه سری ببینیم که ترند داشته باشه، مثلا ببینید همچین ترندی اگه اینجا ببینید، معنیش اینه که زنجیر مارکوف شما به توزیع استیشنریش نرسیده و بعد زمان بیشتری منتظر بمونید. این ورم که حالا هیستوگرام این مقدار آلفا هستن توی این سامپلایی که ما تولید کردیم، می‌بینیم که آلفا یه چیزی مثلا میانگین همون هولوهوش 3 است، بتا هم همون مثلا منفی است مقدارش، و مثلا سیگما هم باز مقدارش یه چیزی هولوهوش 1.8 و 1.9 این است. خب پس این بود بحث همیلتونیان مونت کارلو و NUTS که اینجا داشتیم. یه بریک 5 دقیقه‌ای میخواد داشته باشیم تا من بعد بحث رو ادامه بدم. خب فقط یه نکته هم در نظر بگیرید تو استفاده از روش‌های مارکوف مونت کارلو. گفتیم که این روش زنجیر مارکوفی که میسازیم یه زمانی طول میکشه خب به نام میکسینگ تایم که برسه به اون توزیع پایا، یعنی همون پوستریور ما. طی این زمان سامپلایی که برمی‌داره سامپلای خوبی نیست، یعنی چون هنوز نرسیده به اون توزیع دیگه. و همین خاطر معمولاً وقتی که از این روش‌ها استفاده می‌کنن یه تعدادی از سامپلای ابتدایی رو مثلا 1000 تای اول 2000 تای اول رو کلاً دور می‌ریزن. همونایی که خارجه. آره دقیقاً همونایی که اونا یه نمونه واضحشه که همونایی که خارجش باشن. مثلا اگه شما بیایید از یه جای خیلی خارج از اون نوت‌ها شروع کنید، اینجا دقیقاً یه نمودار ترندداری رو می‌بینید که شروع می‌کنه حرکت کردن و این تا کم کم تبدیل بشه به یه نویز. به همین خاطر کلاً یه تعداد زیادی از اون سامپل‌ها رو ابتدای کار میریزن دور، بهشون وارم آپ میگن، بهشون یه همچین اصطلاحی رو به کار میبرن. خب ولی اون چیزی که میخواستم بهش یه مقدار توجه کنید و انگیزمون بشه برای روش بعدی اینه که این الان روش خوبیه همیلتونیان مونت کارلو. حالا صرف نظر از اینکه جزئیاتش چطور کار میکرد، ببینیم که اگه من اجراش کنم این چقدر طول میکشه برای سامپل برداشتن از این مسئله. این الان داره از اون مسئله سامپل برمی‌داره دیگه. خب این الان زمانیه که من باید صبر کنم این سامپل‌ها رو تولید بشن. و دقت کنید که این مسئله ما مسئله اصلا خب با مسائل واقعی قابل قیاس نیست. داده هامون کمه، تابعی هم که داریم یه مسئله ریگرسیون خیلی ساده است و یه همچین روشی الان این همه مثلا طول میکشه که بخواد از این واسه من 100,000 تا سامپل تولید کنه. برای بعضی از کاربردها همچین سرعتی ممکنه قابل قبول باشه، ولی برای خیلی از کاربردها، به خصوص یه سری از کاربردهایی که جلسه بعد می‌بینیم که می‌خوایم در مورد تصمیم گیری بحث کنیم، خواهیم دید که این سرعت خوب و قابل قبولی نخواهد بود. چون که مثلا فرض کنید شما یه رباتی دارید میخواد با استنباط احتمالی اون وسطا مسیرش رو تصمیم بگیره، یه کاری انجام بده. این ربات برای هر قدمش باید یه مسئله استنباط بیزی حل کنه. الان اینجا چقدر طول کشید برای مسئله ساده؟ 1 دقیقه. اگه این ربات بخواد از همچین روشی استفاده کنه، تو هر استپ حرکت کردنش باید مثلا 1 دقیقه صبر کنه، استنباط انجام بده، قدم بعدی رو برداره. خب این قاعدتاً امکان پذیر نیست واسش. و این باعث میشه که برای داده‌های بزرگ و برای مسائلی که نیاز به استنباط سریع روش‌های مارکوف مونت کارلو قابل استفاده معمولاً نباشن. یه کاربرد دیگه هم که بود بحث بیزیان نورال نتورک بود. بیزیان نورال نتورک مثلا تعداد متغیرهای لیتنتش خب خیلی زیاده. شما اگه بخواید با همچین روشی باز ازش نمونه بردارید، زمان خیلی زیادی طول میکشه که بتونید تعداد نمونه خوبی رو تولید کنید. ولی اگه مسئله کوچیکی باشه و حالا زمان کافی داشته باشید، روش‌های مارکوف مونت کارلو روش‌های خوبی هستن. شما فقط با زیاد کردن تعداد سامپلاتون میتونید دقت بهتری بگیرید. و یه نکته هم این که یه راه دیگه هم برای افیشنت اجرا
کردنشون اینه که زنجیرها رو به صورت موازی اجرا کنید. شما میتونید مثلا چند تا زنجیره رو پارالل اجرا کنید روی هسته‌های مختلف سی پی یو. ولی این محدودیت این روش‌ها باعث شد که یه خانواده دیگه‌ای از روش‌ها شکل بگیره به نام روش‌های واریشنال اینفرنس، یا حالا تو فارسی میگن استنباط وردشی. دارم الان ضبط میکنم. آره ضبط داره میشه. خب استنباط وردشی یا واریشنال اینفرنس ایدهش چیه؟ ایدهش اینه که میگه من نمیخوام دیگه بیام از این سامپل بردارم مثل روش مارکوف چین مونت کارلو. من سعی میکنم یه توزیع ساده انتخاب کنم، مثلا توزیع گاوسی. خب این توزیع رو پارامتراشو یه جوری انتخاب کنم که این تا حد امکان نزدیک شه به توزیع پستریور و بعد بیام با اون توزیع کار کنم. این ایده پشت این روش رو تا حدی ساده تر از روش مارکوف چین مونت کارلو. یعنی شما یه خانواده رو انتخاب میکنید از توزیع‌ها به نام Q و سعی میکنید از توی اون توزیع‌ها نزدیکترین توزیع ممکن رو به اون توزیع هدفتون پیدا کنید. مثلا اینجا فرض کنید هدفمون این بوده از این توزیع حالا سامپل برداریم و اومدیم گفتیم که از بین همه توزیع‌های گاوسی دو بعدی کدوم توزیعه که به این نزدیک‌تره. خب که حالا نزدیک‌تره هم معیارهای زیادی ما میتونیم داشته باشیم که بگیم این نزدیک‌تره چیه و اون نزدیک‌تره رو انتخاب کنیم. الان مثلا همچین توزیع پیدا شده. اینو که پیدا کردیم میتونیم کلا همه چیزو بریزیم دور و برای کارامون از همین توزیع استفاده کنیم. ولی عیبش چیه؟ عیبش اینه که خب یه سری از اطلاعات در مورد این توزیع رو از دست دادیم دیگه. یعنی این توزیع خب نتونسته مثلا این مودها رو کپچر کنه و فقط تونسته یکی از این مودها رو رپرزنت کنه. پس واریشنال اینفرنس این عیبو داره. عیبش چیه؟ عیبش اینه که خب بر حسب اینکه اون توزیعی که انتخاب میکنید چه شکلی هست ممکنه نتونن شکل واقعی توزیع پستریورتون رو بیان کنن. ولی خب خوبیش اینه که تبدیل میشه به یه مسئله بهینه‌سازی. کاری که میخوام انجام بدم اینه که از یه گروه توزیع شبیه ترینش رو به این توزیع پستریور پیدا کنم و این کار رو با بهینه‌سازی انجام میدم که باعث میشه خیلی سریعتر انجام بشه و اسکیلبل تر بشه برای مدل هایی که متغیرهای لیتنت خیلی بیشتری دارن. ولی خب عیبش هم قاعدتا همینه. اما خب مسئله اینجاست که این بهینه‌سازی رو چجوری انجامش میدن؟ برای به دست آوردن اون مسئله بهینه‌سازی از همون لاگ اوییدنس شروع میکنن دیگه. لوگاریتم اوییدنس که اینو بازش میکنن به عنوان یه انتگرال روی زد، یعنی اون متغیرهای لیتنتمون اینجا یه توزیع رو که همون توزیع که قرار باش پستریور رو تخمین بزنیم تو صورت و مخرج ضربش کرده و این کاری که کرده این شده عملاً مثل یه اکسپکتیشن دیگه. این چون شده مثل یه اکسپکتیشن، انگار اکسپکتیشن این P در روی Q رو داریم محاسبه میکنیم دیگه و اینجا یه اکسپکتیشن درست کرده و برای این اکسپکتیشنه یه لور باندی پیدا کرده. این لور باندر هم با نامساوی ینسن پیدا کرده چون که تابع لوگاریتم یه تابع مقعر. خب و حالا از این جزئیاتش اگه بخوایم بگذریم نتیجه‌ای که میگیره چیه؟ نتیجه‌ای که میگه که اوییدنس مساوی است با اون باندی که اینجا پیدا کردیم، لور باندی که اینجا به دست آوردیم با فاصله KL بین Q و P. خب چیزی که مهمه اون فاصله KL. اگه ما داشتیم سعی می‌کردیم که نزدیکترین توزیع Q رو پیدا کنیم به توزیع پستریور. خب و این یعنی چی؟ یعنی پارامتر لامدایی از Q رو پیدا کنم که Q رو به پستریور نزدیکتر کنم. خب حالا این رابطه که صفحه قبل داشتیم به ما یه همچین معادله رو میده و توی این معادله این به ما میگه که اگه من بیام این لور باندی که اینجا پیدا کردیم رو مثلا مقدارش رو زیاد کنم، خب مقدار اینو با بهینه‌سازی یه جوری زیاد کنم، این طرف که تابعی از لامدا نیست و ثابته. پس به همین خاطر به صورت خودکار این شروع میکنه کاهش پیدا کردن و فاصله بین Q و P کم میشه.
این رابطه حالا ایده اصلی پشت روش‌های وریشنال اینفرنس. اینا سعی میکنن با ماکسیمایز کردن این عبارت به این عبارت البو هم میگن. حالا تو ماشین لرنینگ اینا الان دیگه زیاد میبینید، تو جنراتیو مدل ها ازش زیاد استفاده میکنن به همین منظور دقیقاً اینو ماکسیمایزش میکنن و این کار باعث میشه که دایورجنس یا فاصله بین اون توزیع کیو، توزیعی که می‌خواستیم باش پوستریور رو تخمین بزنید، با توزیع پوستریور کاهش پیدا کنه. خب که حالا من اگه بخوام نمونه این رو هم در عمل بهتون نشون بدم، خب اینم توی تورینگ اگه خواستید ازش استفاده کنید وریشنال اینفرنس رو، وریشنال اینفرنس ساده اونه که اون توزیعی که میخواید باش پوستریور رو تخمین بزنید، مثلا توزیع گاوسی در نظر بگیرید، به میگن تخمین مینفیلد. برای این اگه خواستید ازش استفاده کنید تو تورینگ سینتکسش اینجوریه: وریشنال اینفرنس این وی آی ADVI هم برای حل اون مسئله بهینه‌سازی گرادیانش رو با مشتق خودکار حساب میکنه، چیز خاصی نیست. این هم حالا یه سری پارامتراشه، میگه که اون اکسپکتیشنی که اینجا تو اون فرموله داشتیم و با چند تا سامپل تخمین بزنیم، این هم میگه چند تا قدم بهینه‌سازی برداریم. ولی در مجموع چیزی که میخوام بگم اینه که خب استفاده ازش خیلی سخت نیست. الان کدش که کامپایل بشه اجرا بشه میتونیم سرعتش رو یه مقدار با اون مونت کارلو همیلتونی مقایسه کنیم. الان اینو مثلا من یه بار که اجرا کنم تقریبا نیم ثانیه طول کشید که روی مسئله استنباط انجام بده و اگه بیام الان توزیع کیو رو نگاه کنم، کیو دیگه الان یه توزیع، خب و این اومده به من یه توزیع برگردونده روی متغیرهای لیتنت. این هر بار به من یه سامپلی میده که از همون توزیع پوستریوره که داشتم، که حالا اینجا میبینیم که همون خیلی مقداراش تقریبا نزدیکن. این اولیه آلفا، دومی بتا، سومی سیگما. پس این بود وریشنال اینفرنس. وریشنال اینفرنس روشاش برای تورینگ اینجا پیاده سازی شده توی این پکیج ادوانسد وی. اگه خواستید میتونید حالا اینجا ببینید. ولی حالا ریسرچ تو وریشنال اینفرنس در این مورد معمولا که اون توزیعی که باهاش پوستریور رو تخمین میزنیم چی بگیریم. اینجا الان توزیعای گاوسی گرفتیم، خب و سعی کردیم باهاش پوستریور رو تخمین بزنیم. هر چقدر این توزیعی که انتخاب میکنیم قدرت نمایشش، انعطافش بیشتر باشه، پوستریورهای پیچیده تری رو میشه باهاش یاد گرفت، ولی عوضش با حل کردن مسئله بهینه‌سازی ممکنه که طولانی تر بشه. یه کار دیگه هم که چند سال اخیر انجام میدن اینه که میان برای این توزیعی که میخوان استفاده کنن واسه تخمین زدن پوستریور از جنراتیو مدل ها مثلا استفاده میکنن. یعنی توزیع کیو نباشه توزیع گاوسی، باشه یه دیفیوژن مدل یا یه نورمالایزینگ فلو، و اونا چون میتونن هر توزیع پیوسته رو مثلا مدل سازی کنن، باعث میشه که حتی وریشنال اینفرنس دقتش برسه به نزدیک دقت استنباط دقیق، که اینو حالا ثابت هم کردن. یعنی اگه شما مثلا با یه جنراتیو مدل بیاید وریشنال اینفرنس اینجا انجام بدین، دقت استنباطتون رو میتونید به اندازه دلخواه افزایش بدید. به این میگن وریشنال اینفرنس پارامتری، یعنی خانواده توزیعی که انتخاب میکنید، مثلا میگید که توزیع گاوسی باشه یا مثلا میگید یه مدل جنراتیو باشه. یه مدل دیگه هم داریم بهش میگن وریشنال اینفرنس ناپارامتری، خب که حالا بر اساس یه اتحادیه به نام اتحاد اشتاین. ولی ایده کلی روشاش اینه که شما نمیاد اون توزیع کیو رو با یه خانواده مشخص کنید، بگید گاوسی باشه یا نباشه. شما میاد یه سری ذره در نظر میگیرید، یه سری پارتیکل تو صفحه، این سامپل‌ها رو با بهینه‌سازی یه جوری جابجا میکنید که اینا بشن شبیه سامپل‌هایی که از اون توزیع پوستریور. ایدهش تقریبا همچین چیزیه. یعنی فکر کردن بهش هم خیلی کار سختی نیست. مثلا در نظر بگیرید همه سامپل‌ها، یه سری سامپل من داشته باشم اینجا، به شما بگم این سامپل‌ها رو یه جوری جابجا کنید که بشن شبیه سامپل‌هایی که از این اومدن.
شما چیکار میکنید؟ شما برمی‌دارید مثلا یه سری از سامپل‌ها رو میذارید اینجا، یه سری رو میذارید اینجا، یه کاری میکنید که هم تنوع حفظ بشه، هم این که مثلا سامپل‌ها هول و هوش همین مدها باشن. این کاری هم که این روش‌ها انجام میدن تقریبا همینه. از یه سری سامپل شروع میکنن، این سامپل‌ها رو با بهینه‌سازی جابجا میکنن تا مثلا میل میکنه به اون توزیعی که نهایتاً میخوان بهش برسن. الان اینا هدف این پارتیکل‌ها این بوده از یک توزیع پوستریوری که خیلی پیچیده است، مثلا تعداد موضوع زیادی داره، سامپل بردارن که اساس این روش‌ها خب یه اتحادیه به نام اتحاد اشتان. اون تابع ابجکتیو بهینه‌سازیشون رو بر اساس همون ابجکتیوی تعریف میکنن که اون اتحاد اشتان رو برقرار کنه. حالا من خیلی وارد جزئیات این یکی نمیشم، ولی اینجا بخوام سوء استفاده کنم و یکی کارهای پروژه خودم هم تبلیغ کنم، تو جولیا اگه خواستید از اینا استفاده کنین، من قبلا یه پکیج توسعه دادم برای روش‌های واریشنال اینفلوئنس ناپارامتری که میتونید حالا با برنامه‌های تورینگ مثلا ازش استفاده کنید. برنامه‌های تورینگ رو پشتیبانی میکنه و استفاده ازش خیلی سخت نیست و برای پوستریورای دلخواه به جز تورینگ هم میتونید استفاده کنید. خب. حالا این باز یه ویژوالایزیشن دیگه است از این روش. پیاده سازی اون روش اشتاین هم خیلی سخت نیست، یعنی سعی میکنن با یه سری روش کرنل این ابجکتیو رو مینیمایزش کنن. این مثلا اینا سامپلایی هستن که این نقاط آبی سامپلای اولیه هستن، اینا مودهای توزیع پوستریور هستن. این روش اینا رو جابجا میکنه تا همشون قرار بگیرن روی همون مودهای توزیع پوستریور. خب خانواده آخر روش‌هایی که میخواستم بهش بپردازم یه روش‌هایی هستن بر پایه مسیج پاسینگ. خب که حالا این خانواده آخر روش‌ها من یه مقدار مروری از روش رد میشم چون بکنم خیلی خسته شده باشید. اغلب روش‌های استنباط بیزی، حالا از جمله مثلا واریشنال اینفرنس که بحث کردیم، ریشه تاریخیشون برای یه مسئله‌ای بوده به نام مدل آیسینگ. مدل آیسینگ یه مدلی بوده توی فیزیک آماری که برای مدل سازی مواد مغناطیسی طراحی شده بود. در اصل لنز طراحیش کرد. دیدین احتمالاً بعضی از کارهای لنز رو فکر کنم تو فیزیک دیده باشین. و لنز این مدل رو طراحی کرد و داد به دانشجو دکتراش، یعنی آیسینگ، و یه مسئله فیزیکی رو داشت در موردش بررسی می‌کرد. حالا ما به اون مسئله فیزیکی خیلی کار نداریم. اون مسئله فیزیکی در حقیقت این بود که آیا این مدل دچار یه گذار فاز یا یه فیس ترانزیشن میشه یا نه، و آیسینگ داشت روی همچین مسئله کار می‌کرد. اما این مدل حالا صرف نظر از جزئیاتش کاری که انجام میداد مدل سازی این بود که آیا مواد میتونن مثلا خاصیت مغناطیسی پیدا کنن یا نه. این مدل شکلش یه همچین چیزیه. خب بذارید من اینو اجرا کنم. این مدل در حقیقت میاد میگه که ذرات اون مواد رو برای هر کدومشون یه متغیر تصادفی در نظر میگیره که با همسایه‌هاش در ارتباطه. خب و یه گراف همسایگی اون شکلی ایجاد میکنه. میگه که این مواد مغناطیسی هر کدوم که مثلا قطبشون مثبت باشه یه رنگ سفید بذارید، برای اونایی که منفیه یه رنگ سیاه واسش در نظر بگیرید. و این مدلی که لنز و آیسینگ تعریف کردن در حقیقت میگه که هر مقداردهی به اون قطبای مغناطیسی مواد احتمال رخ دادنش توی هر دمایی، یعنی توی هر دمایی چقدره. این بتای دما رو نشون میده. حالا وارون دماست در واقع، بهش اینورس تمپرچر میگن. و میگفتن که احتمال این که مواد مغناطیسی توی هر دمایی تشکیل بشن چقدره اگر حالا یه میدان خارجی اونجا نباشه. مسئله که اینا کار میکردن همچین چیزی بود. اینا میگفتن که دما مثلا تا یه جایی اگه باشه توی یه بازه‌ای همیشه این مواد میتونن خاصیت مغناطیسی پایدار پیدا کنن،
ولی اگه این دما از یه نقطه‌ای مثلا بعد از یه نقطه‌ای یه دفعه این پایداری به هم میخوره و میبینیم که کلا همینجوری به صورت رندوم هی مقدار میگیرن و به همین خاطر از اون نقطه به بعد اینا نمیتونن خاصیت مغناطیسی داشته باشن. مسئله‌ای که اونا بررسی میکردن یه همچین چیزی بود، ولی ما با اون مسئله کار نداریم. اون چیزی که من باهاش کار دارم اینه که لنز هایزینگ یه تابع احتمالی رو تعریف کردن، یه توضیح احتمالی که میگفت هر کدوم از این مقداردهی‌ها به این قطبای مغناطیسی احتمالش چقدره، یعنی اصطلاحاً هر کانفیگوریشن این سیستم، مثلا احتمال اینکه همه اینا مثبت 1 باشه، همه اینا منهای 1 باشه چقدره، و این تابع احتمالشون رو اومدن با یه همچین توضیح تعریف کردن به نام توضیح گیبز. این توضیح گیبز هم مثل مسائل بیزیان اینفرنسی که ما داریم یه ثابت نورمالایزیشن داشت که مقدارش غیر قابل محاسبه است و در ادامه تو فیزیک آماری کلی روش توسعه پیدا کرد که بتونن این مدل رو بدون داشتن ثابت نورمالایزیشنش، یعنی اون پارتیشن فانکشنش، مطالعه کنن و روش‌هایی که الان ما تو بیزیان اینفرنس لب می‌بینیم مثل وریشنال اینفرنس در طول مطالعه همین مدل توسعه پیدا کردن و بعدتر وارد آمار شدن. حالا یکی از این روش‌هایی که باز به جز وریشنال، مثلا وریشنال اینفرنس ایده‌اش بود، میگفت که هر کدوم از اینا رو بیایم با یه توضیح مثلا جایگزین کنیم و با اون تخمین بزنیم. یه بنده خدای دیگه به نام بس اومد یه تخمین دیگه یه ارائه داد، گفت که من اگه میخوام یه دونه از این متغیرهای تصادفی رو مطالعه کنم، تمام اینتراکشنی که کل این شبکه داره رو میام خلاصه میکنم تو 4 تا همسایش و کل اون اصطلاحاً شبکه‌ای که اینجا داریم رو با یه همچین چیزی تخمین میزنم. این ایده اینا تو فیزیک بهش میگن تخمین بس. ختم شد به چی؟ ختم شد به یه روشی تو ماشین لرنینگ به نام بیلیف پروپاگیشن. خب که حالا بیلیف پروپاگیشن در واقع میومد از ما چیکار میکنیم؟ از مدل احتمالیمون که الان یه برنامه احتمالیه یه گرافی میسازیم به نام فاکتور گراف. خب این فاکتور گراف حالا یه گراف دو بخشیه، مثلا اف ها اون توابعی هستن که روی متغیرهای تصادفیمون تعریف میشه و این دایره ها خود متغیرهای تصادفیمون هستن. بیلیف پروپاگیشن کاری که انجام میده برای استنباط اینه که مثلا مقداری یکی از این متغیرها که ابزرو میشه، خب مثل این تخمین که برهم کنش همه متغیرهای دیگر رو فقط تو همسایه‌های خودش میدید، بیلیف پروپاگیشن هم اطلاعات همه متغیرهای دیگه‌ای که توی این مدل احتمالی هستن رو فقط تو همسایه‌های خودش میبینه و سعی میکنه با تبادل اطلاعات با اون نودها اطلاعاتی که از استنباط داره رو به اونها منتقل کنه. بیلیف پروپاگیشن بحثش خیلی طولانیه. خب یعنی من میتونم یه سری کتاب بهتون معرفی کنم ولی من اینجا وارد جزئیاتش نمیشم، فقط میخواستم بهش اشاره کنم که چجوری انجام میشه. ولی در کل ایده بیلیف پروپاگیشن اینه که یه همچین گرافی رو میسازه و یه سری مسیج تعریف میکنه و شروع میکنن این نودها با هم دیگه مسیج رد و بدل کردن. مثلا گراف نورال نتورک هم اگر دیده باشید همچین کاری رو انجام میدن تو گراف نورال نتورک. و وقتی یکی از این نودها مشاهده میشه، این تبادل اطلاعات میکنه با اون نودهای کناریش و این اطلاعات کم کم تو کل گراف پخش میشه. و نکته جالبش اینه که نشون میدن این روش اگه مثلا اینا اتصالاتتون کانجوگیت باشه یا این گرافه شرایط خاصی داشته باشه اگزکته و استنباط دقیق انجام میده. اگر اون شرایط نداشته باشه واسهتون یه استنباط تخمینی قابل قبول انجام میده. بیلیف پروپاگیشن اهمیتش به چیه؟ اهمیتش به اینه که مسئله استنباط رو میشکنه به مسائل استنباط خیلی کوچیک، چون هر نود همون جوری که گفتم ایده کلی این تخمینی بود که هر متغیر تصادفی به جایی که به کل اون گراف فکر کنه فقط به همسایه‌هاش فکر میکنه. تو بیلیف پروپاگیشن هم هر متغیر تصادفی فقط به همسایه‌های خودش فکر میکنه و با تبادل پیام با اونا به دست میاره. به همین خاطر ما به جای اینکه یه مسئله استنباط خیلی بزرگ حل کنیم یه عالمه مسئله استنباط کوچیک رو حل میکنیم. حالا اون مسائل استنباط کوچیک رو تو سالهای اخیر دوباره اومدن
با همون مثلا روش‌های استنباط تخمینی که میشناسیم سعی کردن هر کدوم اونا رو با اونا حل کنن. مثلا یه روشی هست که میاد خود اون مسائل کوچیک رو با وریشنال اینفرنس حل میکنه، بهش میگن وریشنال مسیج پسینگ، که این حالا مثلا یه ایده است، ولی خب روش‌های دیگر رو هم میتونید استفاده کنید. توی جولیا کتابخونه‌ای که این کار رو انجام میده و با این روش کار میکنه کتابخونه اریک سینفره. این محدودیت‌های بیشتری میذاره رو برنامه احتمالی که میخواید بنویسید و انجام استنباط هم یکم باهاش سخت‌تره، ولی عوضش چون داره از بیلیف پروپاگیشن استفاده میکنه، اساسش مسیج پسینگه، استنباط داخلش سریع‌تره و برای کارهای آنلاین مثلا تصمیم گیری با این مدل ها که جلسه بعد مثلا میبینیم، این روش خب خیلی سریع‌تره. این الان اریک سینفر از تورینگ و اینا خب جداست و همین خاطر من توی یه نوتبوک جدایی رو بردم، ولی ببینید سینتکسش یه چیزی شبیه همون سینتکس تورینگ دیگه. و اگه بخوام استنباط با این رو نشون بدم، حالا کدش کامپایل بشه، طول کشید. تعریف مدل توی اریک سینفر یه چیزی شبیه همون تعریف مدل‌های تورینگه، ولی یه کارهای اضافه تری هم ما مثلا باید انجام بدیم. این روش بیلیف پروپاگیشن روش قویه، ولی حالا شاید واسهتون سوال پیش بیاد که چرا کمتر ازش استفاده میکنن، مثلا تورینگ از این استفاده نمیکنه. دلیلش اینه که خودکار کردن این سخته. ما با تورینگ وقتی میخوایم استنباط انجام بدیم، اینجا الان بهتون نشون دادم، شما مدل احتمالیتون رو تعریف میکنید، حالا یه خط می‌نویسید که بیا روی مثلا استنباط انجام بدید. دیگه کاری ندارید که مدلتون چیه و اینا، مدلتون هر چی که میخواد باشه، کد استنباطتون همین یه خطه. ولی بیلیف پروپاگیشن یه مقدار هنوز اتومات کردنش سخته. شما باید تصمیم بگیرید مقدار ابتدایی این پیامات چی باشه. این گراف اگه داخلش حلقه داشته باشه یه مشکلاتی پیش میاد، باید یه جورایی اون حلقه رو حذفش کنید. اگه از وریشنال اینفرنس استفاده میکنید توی این، باید بگید که اون توضیح وریشنال چی باشه. به همین خاطر یه سری انتخابا هست که اریک سینفر شما وقتی ازش استفاده میکنید باید فعلا اینا رو انجام بدید. تیمشون الان دارن سعی میکنن اینا رو اتومات کنن اونجوری که چیزی دارن میگن، ولی هنوز خیلی مونده. یعنی مثلا در مجموع استفاده از این دردسر بیشتری داره، ولی اگه بتونید این اینیشیالایزیشن ها کارهایی که میخواد رو انجام بدید، استفاده باعث میشه استنباط خیلی سریعتر انجام شه. حالا این کاری هم که انجام میده، مثلا میگه مسیجی که برای اون متغیر بتا هست مقدار اولیه‌اش چی باشه و توضیح وریشنالی هم که مثلا برای سیگما هست و اومده مشخص کرده. ولی اینکه حالا چجوری اینا رو تعیین کنیم و اینا برای خودش بحث مفصلیه و برای هر مدلی خب درد سر داره. پس این حالا یه عیب استفاده از اریک سینفر اگر مثلا لازم اینو در نظر داشته باشه. ولی انجام استنباط با استفاده ازش خیلی سریع‌تره. حالا این که الان اول باید کامپایل بشه، ولی بعد اینکه کامپایل بشه زمانش رو اندازه بگیریم می‌بینیم تقریبا یه چیزی اندازه همون وریشنال اینفرنسه، ولی در مجموع خیلی سریع‌تر از مارکوف چین مونتگاله. حالا بذارید من زمانش هم اندازه بگیرم. آره این مثلا 0.2 ثانیه شد از وریشنال اینفرنس، خب سریع‌تر بود و اینجا اگه من بیام مثلا مقدارایی که برای پوستریور به دست آورده رو اگه بخوام ببینم، میتونم بیام بگم همین مثلا ریزالت دات پوستریورایی که محاسبه کرده رو میاد نشون میده، میگه برای آلفا محاسبه کرده، برای سیگما و برای بتا. اگه اینا رو بیام حالا رسم کنم
یه نتیجه شبیه همون چیزی میبینیم که از NUTS دیدیم دیگه. حالا این مقداراشون ممکنه فرق داشته باشن چون تعداد سامپلاش نسبتاً کم، ولی اگه بیایم از این مقدارا مثلا این مدل رو باز شبیه سازی کنیم، میبینیم که یه سری مدلایی که 100 تا مثلا من نمونه از پوستریوری که پیدا کرده بود 100 تا مدل خطی رسم کردم، نسبتاً پیشبینی معقولی داشته. پس برای شرایطی که شما استنباط بر خط میخوایم، یعنی داده هاتون داره همینجوری وارد میشه و میخواید به مرور زمان روش استنباط انجام بدید، مثل reinforcement learning، مثل بحث های تصمیم گیری که جلسه بعد میبینیم، استفاده از یه همچین چیزی بهتر. خب این مسائل استنباط داخلش داره به صورت لوکال حل میشه، ولی تو روش قبلی ما میخواستیم یه مسئله خیلی بزرگ رو حل کنیم. روش استنباط زیادی هستن، من اینجا بعضیاشون رو پوشش ندادم، یه سری ریسورس در اون مورد به اسلایدها اضافه میکنم. یکی روش‌های سکوئنشیال مونت-کارلو هستن. سکوئنشیال مونت-کارلوها ایدهشون یه مقدار متفاوته، مثلا از یه روشایی مثل تمپرینگ و اینا استفاده میکنن، سعی میکنن از یه توزیع ساده تر شروع کنن، پوستریور رو با یه روشی ساده تر میکنن که شبیه پرایور بشه و بعد کم کم اون توزیع رو پیچیده تر میکنن تا برسه به اون توزیع پوستریور پیچیده. یه سری روش هم توی مارکوف چین مونت-کارلو هست که من اینجا پوشش ندادم. اینجا من هر مارکوف چین مونت-کارلویی که گفتم اساسش متروپولیس بود. شما یه دینامیکی رو حالا یا رندوم واک یا دینامیک لانجوین یا دینامیک همیلتونی رو با متروپولیس ادیت می‌کردین، اون دینامیک میشد همون مارکوف چینی که شما می‌خواستید. ولی متروپولیس تنها راه نیست، یعنی یه روش‌های دیگه‌ای هم هست که میتونن تضمین کنن توزیع پایا وجود داره. مثلا به اونا روش‌های ریجکشن فری و نان ریورسیبل هم بعضا میگن. مثلا اگه خواستید خودتون سرچ کنید میتونید، من لینک مقاله‌اش رو واسهتون میذارم، یه روشی هست باونسی پارتیکل، اون ریجکشن انجام نمیده، اینجوریه وقتی به یه ناحیه‌ای ذره میرسه که احتمال کمی داره، یه قوس میکنه، اصطلاحاً مسیر رو عوض میکنه، دورش میزنه، میره یه جور دیگه. یعنی ایده‌اش بخوام بگم توی یه همچین چیزی ذره از اینجا مثلا شروع میکنه، اگه به یه جایی برسه که احتمال اونجا کمه، دور میزنه میره اون جایی که احتمال بیشتره، ولی مسیر حرکتش مثل اینا یه رندوم واک شکسته نیست، یه مسیر حرکت پیوسته است. خب پس اون روش هم حالا هستن، ولی من اونا رو حالا دیگه اینجا نیاوردم، یه مقدار خارج از بحث ماست. خب این جلسه بحث ما استنباط بود. من سعیم این بود که فقط یه ایده کلی بگم که روش‌های استنباط چیان، نمیخواستم خیلی واردشون بشم، ممکنه یه ذره نامفهوم باشه، طبیعیه. جلسه بعد بحثش واسمون یه مقدار ملموس‌تر و شهودی‌تره. میخوایم از مدل‌های احتمالی برای حل چند تا مسئله تصمیم گیری استفاده کنیم و احتمالاً بحث کاربردی‌تر و جذاب‌تری باشه واسهتون. خب اگه در مورد این جلسه حالا سوالی دارید بفرمایید.